سلام برابکس چجوری؟ همونطور که با ویدیوهای قبلی میگفتم من مستر پی هستم و امروز اومدم براتون یه ویدیو بذارم. ببخشید من فعالیت نکردم و کلا بای دادم شرمنده، ولی بازش برگشتم انشالله که بتونیم بریم. حالا من به خاطر نویز صدا و یه ذره گیروگرا یا در نظر خودتون ببخشین که مثلا میکروفون و این چیزا ندارم و مثلا دوربین ضبط ندارم. چه جور بگم دی پی سی و این چیزا ندارم، دارم با گوشی یه چنل زدیم و راش میندازیم. خب دوستان بگذاریم این کارو. امروز براتون فایل ست آوردم. فایل ست دیگه دارین ملاحظه میفرمایید، فایل ست برزیلی قشنگ. نمیدونم والا این صورتشو فکر کنم مومستری، آره مومستری صورتشو نمیدونم. پیرنش هم فانتوم آبیه، شلوار برزیلی آبی، کفش یوتیوبری خودمون. فقط این همین فایل سته یه رمزی داره. من یه دست لون ولف پلی میدم، انشالله این رمزش هم توی خود لون ولف مثلا دو رقمه. این رمزش هم تو لون ولف میذارم. یک ثانیه من فقط میخواستم به شما یه چیز بگم. بعدش یه خوبی این فایل ست اینه که اگه مثلا هیچی تو دست نگیری، برای مثال واسین من یک ثانیه الان من هیچی تو دست نگیری، این یه ذره حالا باگ داره. حالا واسه بزنه دنسر این دنس گان لولی وودبکی رو میزنه که با همونطور که میبینیم ما برام تو بخش گان لولی وودبکی رو اصلا من ندارمش، فقط چی دارم، فقط دانلودش دارم، مال خودم نیست. اوکی، این فایل ست بدون بن هسته، چون اصلا نمیتونم مثلا به خاطر اینم یه توضیح ریزی هم بهتون میدم. به خاطر این بدون بن هسته که شما وقتی توی اسکواد میرین حریفاتون فقط شما رو مثلا اسکینتون رو نمیبینن، یاراتون نمیبینن. چجور بگم نمیبینن دیگه، فقط خودتون میبینین برای روی بازی و نمیدونم حس پلی و حس گیم نمیدونم. حالا بریم برای آموزش زدن و یه دست لون ولف فعلا پلی میدم. این رمزم توی لون ولف میذارم، همجوری درشت به سفید مینویسم جلوی صفحه براتون که زیاد وقتتون نمیگیرم. آخر ویدیوم آموزش زدنشو براتون میذارم. ببخشید من یک ثانیه دستم خورد. بریم برای یه دست بازی. بکس انشالله 50 تایی کشیم لایو هم میشیم. 50 تایی که شدیم لایو هم میذاریم براتون. انشالله فعالیت میکنم تو 50 تایی بشیم. شما خدای یه مشتی آدم باشین، یه لایک و ساب بزنیم، ما هم بریم بالا بشیم حتما 50 تایی خودمون. دمتون گرم، عشق بریم برای حاجی بازی شروع میشه. دوستان اگه نتونستم هدشات بزنم و صدا نویز داره، مثلا صدای بیرون اومد، شرمنده خدا وکیلی. الان زیاد برجور جاییم چون این فایل سته رو زدم، گفتم بیام برای شما هم بذارم. آخ داداش کمپری. دوستان اگه نمیتونم هیچ کاری کنم، شرمنده مثلا برای نویز صدا و صدای مثلا اطراف و حالا ببخشید دیگه خودتون که خودتون ببخشید. تازه چنل یوتیوب رو انداختم، چون انشالله که من تا جای حد دارم هدشات میزنم که این بازی تموم شه. فقط من براش حاجی چه بد خوردم حاجی. داداش دوستان شرمنده خدایی الان من نمیتونم براتون آفر خاری کردن رو بذارم و مثلا خدا خدایی جم نداریم. این وضعیت که الان دلار داره، الان جم حداقل چجور بگم 110 تا حدود، نمیدونم خیلی وقت جم نزدم ولی حدود 110,000 تومنه. داداش رایده نزن، فشارم نده، عشق. دوستان همونجور که از میبینین فکر کنم بیشتریاتون یوتیوب هم میرین. آره دیگه ویدیو من توی یوتیوب میبینین. مستر وان شات، حسین امیل، کنسل، این چیزو تلاش کردن تا تونستن برسن به لیدربورد. آخر بازی هم برسن لیدربورد. اگه دوست داشتین بعدش ما هم انشالله رنگ کاپامون شروع میشه دیگه. پیسی بخرم منم اگه خدا بخواد به کمک شما ما میتونیم بریم. داداش یه ثانیه بکش
بکشیم. شرمنده به خاطر هد نزدن تایم ویدیو خیلی میشه این اوف بد خوردم شرمنده دیگه بماند و ببخشید. فقط این رمزه رو حتما من درست حد میزنم. درست خیلی درست حد میزنم، چون این رمزه رو خودمون دیگه بلدیم. اون کسایی هم که دوستان شرمنده به خاطر اون شورت ویدیویی که گفتم به 10 تا لایک برسونین ما براتون فری فایر مود شده میذارم. شرمنده من یادم رفته بود، الان یادم انداخت. یکی از یوتیوبرها بود، حالا بمانه دیگه یوتیوبرایی که همتون فکر کنم بشناسینش. خب من میشناسم، حالا نمیدونم من معروف من آجی داداش من بابا باگه. آقا من خدایم الان ادعایی ندارم بگم من معروفم و اکانتم اینو اونه، فقط من اومدم یه دست لونگول فلی بدم، هم رمز رو برای شما بذارم. حتما تا آخر ویدیو نگاه کنید که رمز رو حتما باید موقعی که بخواین فایل رو انتقال بدین توی برنامه زدا شیور که آخر ویدیو آموزشی میذارم باید رمز رو بزنید. اوکی بعدش تازه این فایل ست و فایل همینو چی میکنم آخر همین ویدیو توی کانال ای وای من نمیتونم توی کانال تلگرام میذارم برش داریم. داداش شرمنده خدایی بلادی عزیز شرمنده برش خدا نمیتونم بازی کنم. درست یه سنسی ما داشتیم، سنس رفت ما که یه فری فایر رو یکی از گوشیم ریست شد به خاطر یکی از دلایل شخصی. ببخشید یه لحظه حواسم دلایل شخصی گوشیم ریست شد و دیگه فری فایرمون پاک شد، سنسمون رفت. الان یه سنس چیدم نمیدونم نمیدونم. اگه دوست داشتین ویدیو سنس رو براتون میذارم لطفا. داداش چه کار میکنی؟ من نمیتونم بازی کنم امروز. آجه خدای دستم شرمنده خدا وکیلی خاطر صدای هم شرمنده. این پنجره باز صدای اطراف و بیرون میاد، خودتون ببخشید دیگه. حالا من تا جایی میتونم اون جایی که صدای بیرون میاد و صدای کم بکنم. دوستان آخر ویدیو شد رمز رو کلا براتون میذارم. رقم اول رمزم براتون که گذاشتم، رقم دومش هم انشالله این راندی میذارم. برای حتما بزنین، اصلا بند نداره. میبینید رو اکانت اصلی من زدم بدون بند. داداش این نتش رفت باری. من از دمش گرم حالا مستر من یه ذره خوجی من نمیدونم شما من نمیدونم سنس چیه این روی بات نمیخوره، روی اینی که داره این ورمور میره میخوره. خب دوستان عزیز رمزم که براتون گذاشتم. اوکی آره من ویدیو استوب میکنم، بریم بهتون یاد بدم چجوری فایل ست رو بزنم. اوکی خب برای اومدیم که بهتون آموزش فایل ست زدن هم یاد بدیم. اوکی این فایل ست فانتومابی که گذاشتم روش هم نوشته فانتومابی. همین فایل ست رو الان میزنین روش دانلود میکنه 6 مگا نمیدونم 6 مگا دیگه 6 مگا خوردگی میزنین روش، زیاد حجم زیاد هم نیست. میزنین روی گوشه فانتومابی روی فری فایر نگه میدارید، کپی رو میزنید اندروید دیتا اینجا همینجا پیستش میکنید. اوکی پذیرفتن جایگزین. اینجا همون رمزی که توی ویدیو بهتون گفتم و میزنین، همینجا همون رمزی که توی ویدیو بهتون گفتم. اوکی زنین آرشیو با موفقیت استخراج شد. اوکی یه بار دیگه باز برمیگردین توی تلگرامتون، توی کانال خودم همین فایل هسته میزنین روش، روی فانتومابی روی این سفیده نگه میدارید. این اسمش حالا براتون بخونم هم نمیفهم ولکن. روی سفیده نگه میدارید دیتا اینجا فری فایر همینجا پیست میکنم. حالا من پیستش کردم، پیستش میکنید همون رمزه رو باز وارد میکنید همون. خب اوکی برای
باز یک بار دیگه هم میای برای محکم کاری که ببینیم حالا این میشه یا نه. حالا به خاطر صدای بیرونم ببخشید، من صدا رو کم میکنم که زیاد صدا نیاد. همین پوشه فری فایر رو کپی میکنید، کپی رو میگیرید اندروید دیتا خود پوشه فری فایر همینجا یه بار دیگه پیستش میکنم. من پیست کردم. باز رمزه رو وارد میکنید. اینجا که رمزه رو وارد کردین دیگه براتون چی میشه؟ بعدش باید یه بار گیم رو باز و بسته کنین و گوشیتون خاموش روشن کنین، براتون کامل چیزه میاد، همین فایل سته میاد. پس این فایل سته روی کاراکتر سوپر آلوکه، بعدش باید ستاتون هم روی حالت دیفالت باشه. خب تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ.